شرکت دولتی هوایی بیلاویا امروز اعلام کرد که با درخواست مقامات ترکیه انتقال شهروندان عراق، سوریه و یمن را به بلاروس از ترکیه خاتمه می‌دهد. این قرار در پس منظر بحران مهاجرت در مرز بلاروس و اتحاد اروپا قبول شده است. مقامات مینسک برای ایجاد بحران در مرزهای اتحاد اروپا مورد انتقاد و محکومیت غرب اروپا میباشند. بلاروس برای به مرزهای اروپا تیل دادن هزارها مهاجران خاورمیانه و آفریقا تنقید می شود. اخیراً بروسل در یک دعوتش از چند کشور از جمله تاجیکستان خواست که پروازها را به بلاروس محدود کنند. این موضوع را همکارم شهلا گلخوجه تحقیق کرده است و حالا او با ما در استودیو می باشد. شهلا، آیا زمینه چنین دعوت به تاجیکستان چی بوده میتواند؟ واقعا هم خیرامون بحران مهاجرت در مرزهای بلاروس با کشورهای اروپایی شدت میگیرد، ولی در این راستا به تاجیکستان هم مراجعت کردن مقامات بلاروس خیرامون مقامات بروسل در دوشنبه بیشتر با تعجب قبول شد. صحبت‌های ما با نمایندگان ساختارهای دیپلماتی تاجیکستان و اروپا نشان داد که آنها تا حال درباره احتمال در مرزهای اروپایی حضور داشتن مهاجران تاجیکستانی اطلاعی ندارند. واقعا هم در گذشته ها دهها پناهجوی سیاسی و اقتصادی تاجیکستانی محض توسط بلاروس به اروپا راه یافته بودند. حالا مسئولان در فرودگاه‌های تاجیکستان و هم برخی بلیط فروش‌ها بر رادیو آزادی گفتند که تا یک ماه پیش هواپیماهای چارتری شرکت بیلاویا به سمت بلاروس پروازها انجام می‌دادند. پروازهای دومی با مینسک و دوشنبه وجود ندارند. به گفته همصحبتان ما اکثر خریداران این بلیط ها شهروندان تاجیکستان یعنی مهاجران کاری می باشند که با هدف وارد شدن به خاک روسیه به بلاروس پرواز می کردند. شهلا، تا جای میدانیم جامعه اروپا و غرب بلاروس را برای استفاده انسان‌های بینوا و فراری از جنگ‌های کشورهای سیوم همچون سلاح در دعواهای سیاسی شدیداً انتقاد کردند. در این زمینه چی تفصیلاتی هست؟ بله خیرامون، بحرانی که با پناهجویان در مرز بلاروس و پولش به عمل آمده است روز پنجشنبه در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد. عضو اروپایی شورا و هم امریکا مینسک را در شدت گرفتن اوضاع متهم کردند. ما اعضای کنونی شورای امنیت از اتحاد اروپا، استونیا، فرانسه، ایرلندیا یکجا با نروژ، بریتانیای کبیر و ایالات متحده که با ما همراه شدند، اینچنین عضو آینده شورای امنیت آلبانیا استفاده متشکلانه آدمان را محکوم میکنیم. بلاروس برای هدفهای سیاسیش حیات و نیکواحوالی مردم را زیر خطر گذاشته قصد دارد وضع را در کشورهای همسایه و مرز خارجی اتحاد اروپا نارام ساخته توجه را از نقض حقوق بشر در کشور خود دور کند. صحبت نماینده استونیا در سازمان ملل بود. به قبل این کشورها الکساندر لوکاشنکو تهدید به نظم و ثبات منطقه شده عملکرد بلاروس واکنش قطعی بین المللی را تقاضا میکند. در نوبت خود معاون نماینده دومی روسیه در سازمان ملل متحد میتری پالانسکی قید کرد که وضع در مرز پیش از همه اروپا را بدنام میکند. بحران مهاجرت غیرقانونی در مرز بلاروس با پولش بر اثر تلاش ورود پناهجویان از خاورمیانه به عمل آمده است. چندین هزار نفر به اصطلاح در دام قرار گرفتند، یعنی آنها نه به حدود اتحاد اروپا گذشته می توانند و نه عقب به وطن خود. تشکر. همکارم شهلا گلخوجه بود با تفصیلات بحران مهاجرت در مرزهای اروپا و بلاروس.